بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و صد درود به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم خداوند فرصتی داد تا در خدمت شما عزیزان باشم با یه موضوع بسیار بسیار مهم که متاسفانه زیاد بهش پرداخته نشده. خیلی این موضوع رو ما در زندگیمون میبینیم، در زندگی خانوادگی مشهود هست، یه بحران هست. افراد خیلی وقتا نمیدونن با این بحران چطور برخورد کنند، چون که اصلا آگاهی و پیش زمینه ندارند. برخوردشون همیشه یه برخورد نادرست میشه و پیامدهای ناگواری رو در پی داره. ما میبینیم افرادی رو به خصوص در جلسه پیش ما در مورد یک عشق نامتعارف و یک مرحله نوجوانی متأخر که در آقایون صورت میگرفت سخن گفتیم. در سنین 35 سال گرفته تا 55 سال در این عمر یه مرحله میگذره و انسان برخی از انسان‌ها و مردها و نسبتشون یا درصدشون خیلی بالاست، بیش از 70% شاید در بین آقایون این مورد صورت بگیره و گفتیم که چطور با این بحران یا بحران میانسالی آقایون چطور باش کنار اومد. خب در سطح دیگه هم خانم‌ها هستن که با این بحران روبرو میشن. درسته که در آقایون این بحران بیشتر هست، اما بیش از 24% یا از خانم‌ها هم دچار این بحران میشن و در محیط‌های ظاهراً مشکلی در برنامه هست. یه میان برنامه با هم میگیریم، برمیگردیم روی اصل موضوع باز. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت رو زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بیخی هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسمه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. با عرض پوزش از موردی که پیش اومد،
برگردیم روی اصل موضوع. عزیزان داشتیم میگفتیم که آقایون احیانا دچار یک نوجوانی متأخر یا عشق نامتعارفی میشن در میان سالیشون و در جلسه پیش این رو بسط دادیم که چه اسبابی باعث میشه که این مشکل به وجود بیاد و چگونه با این مشکل باید کنار اومد. حالا خانم ها، درصدی از خانم ها هم دچار همچین مشکلی میشن. ما میبینیم برخی از خانم ها 30 سال زندگیش با بینیش مشکل نداشت، بعد از 30-35 سال میبینیم که دنبال اینه که بره بینیشو نکتیزش کنه، خوشگلش کنه، روش کار کنه. یا میبینیم که خانومی هست فرزنداش هم بزرگن، خودش هم خانم وزنی محترم، به اصطلاح یهو میبینیم که دهنش رو باز میکنه، میبینیم که همین دندوناش رو بالا پایین 2 قطار زنجیر زده و همچون شکل نامتعارفی به خودشون گرفتن. خب تعجب میکنیم که این خانم این 30-35 سال با دندوناش مشکل نداشت، الان که 40 یا دور بر 40 هست یادش اومده که دندوناش باید راست بشن. یا یک خانم هایی رو میبینیم با صورت های چروکیده رفتن به اصطلاح یه آرایشی کردن یا لباسی میپوشن که در سطح دختر خانم هاست بیشتر، لباسی هست که دختر خانم ها بیشتر اون رو میپوشن. خب این مسائل از کجا میاد؟ چرا میاد؟ من میخوام به اصطلاح یک مثالی رو با هم داشته باشیم که این تغییراتی که در مسیر زندگی به وجود میاد، انگار که ما سوار یک قطار هستیم میخوایم از مشهد بریم تهران. در این قطار یا آقایی هست که استاد دانشگاه هست، دنیا دیده است، خیلی آگاه هست از مسائل کشور، میدونه که درآمد کشور چقدر هست و تو این قطار سوار، قطار در ایستگاه‌های مختلف می ایسته. تا در هر ایستگاهی قطار می ایسته، این طرف تا به ایستگاه نگاه میکنه، وضع اونجا رو کلافه میشه، چه وضعیه، چه فلاکتیه. ما با یک کشوری با این سرمایه بزرگ، با این درآمد زیاد، خودمون رو وقتی مقایسه میکنیم با کشوری مثل ژاپن، یک کشور کوهستانی زلزله خیز، با مالزی، با نمیدونم ترکیه که به مراتب از ما درآمدشون کمتر و کشورهای فقیرتر و نادارتر هستن، این کفرش بالا میاد که چرا ما اینقدر عقب مونده هستیم و همش میناله. در همین قطار یه آقای دیگه هست، بله بچه همین کشور هست، اما از کوچیکی پدرش توی یک کشور آفریقایی عقب مونده اونجا زندگی میکرد، کار میکرد، ایشون اونجا بود، از درآمد کشور و وضع کشور هیچ اطلاعی نداره، برای اولین بار اومده، وقتی از مشهد حرکت میکنه میره این ایستگاه ها رو میبینه کیف میکنه که عجیب وضعی هست، چقدر ما پیشرفته ایم، چرا خودش رو به اونجا قیاس میکنه و به این راضی هست و سفر خوشی رو داره طی میکنه. تو همین قطار یه خانومی هست که اومده میخواد بره تهران و 4-5 تا بچه هم همراهش هست، بچه ها یکیش مریضه، مشغول با همین بچه ها، اصلا احساس نکرد که ایستگاه هایی تو راه بود، هدفش تهران بود و هر چه زودتر به تهران رسیدن. ما مسیر عمرمون همین هست، این ایستگاه ها در مسیر راه هست، افراد ما مختلف در این ایستگاه ها، به خصوص ایستگاه که به اصطلاح ترانزیتی هست. ما کودکی رو داریم، جوونی رو داریم، نوجوانی، این مرحله بسیار حساسی هست. بعد جوونی رو داریم و پیری رو داریم، در میان راه میانسالی رو داریم که یک مرحله حساس هست. در این مرحله یک تغییر و تحولات هورمونی در جسم صورت میگیره که این باعث میشه که انسان از دیدگاه عاطفی، از دیدگاه روحی روانی و مورد تغییر و تحولاتی قرار بگیره. یعنی اون تغییر و تحولات بیولوژی که در ما صورت میگیره باعث میشه که روانشناسی ما هم دچار یک نوع تغییر و تحولات بشه. حالا خانومی هست زندگیش پر از حرکت،
خواستگاری بود، ازدواج بود، بچه دار شدن بود، کار بود، خانه رو نگهداری بود، نمیدونم بچه ها رو تربیت کردن بود. الان بچه ها بزرگ شدند، ازدواج کردند، رفتن به سر و سامون گرفتن، شوهرش هم مشغول کار، اینقدر به اون به اصطلاح خانواده نمیرسه، خودش دچار یک نوع تغییر و تحولاتی در داخل جسم خودش شده، یک مقداری ژودیده و پیر شده. بعدش عادت ماهواری که داشت، این عادت ماهواری هم شروع کرده به خشکیدن و از بین رفته. این تغییر و تحولاتی که در داخلش صورت گرفته، در محیط خانوادگیش صورت گرفته، یهو میاد میبینه که من تو این زندگی خوشبختم یا نه؟ آیا ازدواج من با این آقا اصلا درست بود؟ از اول من راه رو درست اومدم یا نه؟ یه سوالاتی براش پیش میاد و وقتش باز هست. شوهرش هم نمیتونه بهش برسه، به معنای اینی که به اصطلاح در این مرحله میخواد که خودش رو درک کنه. شوهرش بیاد همیشه باید بهش حرفای خوب بزنه و نمیدونم نازش رو بخره و تعریفش کنه که چقدر زیباتر شدی و اصلا از حکایت عمر و پیری و اینا متنفره. شوهرش وقتی این حرفا رو میزنه بهش میگه که با وجود اینی که عمری گذشته ماشاءالله روز به روز خوشگلتر میشی، زیباتر هستی. احساس بهش میده که وجودت وجود پوچ نیست، بی‌بها نیستی. اما این فضا وجود نداره، شوهر مشغوله و اصلا این مسئله رو درک نمیکنه که زن با یک بحرانی روبرو هست. این زن وقتی که تعریفی رو میشنوه، یه حرف زیبایی رو از یه طرفی میشنوه، این که از همسایه هایی که از خویشان داره با زنش همچنین الفاظی رو استفاده میکنه، زنش رو تعریف میکنه، این هم تو دلش آرزو میکنه ای کاش این شوهر من میبود. یا وقتی همچنین در همچنین بحرانی هست، خب این بحران یعنی چی؟ یعنی اینی که در این مرحله زن میاد به این فکر میفته که ای کاش من شوهری غیر از این آقا رو میداشتم. چرا؟ چون احساس میکنه که قدر شناسی ازش نمیشه، احساس میکنه که خورد شده، زندگیش رو برای دیگران تباه کرده، برای بچه ها خودش رو ضایع کرد، بچه ها فرار کردن رفتن دنبال زن و شوهر رو که زندگی برای خودشون به راه انداختن، اصلا ازش نمیپرسن. شوهر هم که مشغول هست و نمیتونه بهش وقت بده. خب این بحران در این مرحله خودش هم احساس پوچی میکنه. من در این زندگی خب چه نقشی دارم الان؟ خب قبلا فکر این بود که مثلا صاحب یک بچه‌ای بشه، بچه‌ای می اومد، بچه دیگه، بچه رو بزرگ کن، بچه رو بهش تربیتش کن، به مرحله‌ای برسونش. الان اون مرحله رو رسوندیم، رفت، بچه پرید و رفت. خب اون نیازی که نیاز عاطفی که شوهر داشت و خودش داشت، اون نیاز در اون کمرنگتر شده، حتی نمیتونه جوابگوی نیاز شوهرش بشه. شوهرش هم چون که در اون یه نوع سردی رو میبینه، خب خودش رو دور میگیره و احیانا شوهر خودش در فکر یک ازدواج دیگه میشه، در فکر برقراری یک رابطه دیگه میشه، یا اصلا شوهر دچار همچنین بحرانی باز هم هست، شوهر هم مشکل داره. خب اینجا زن احساس پوچی و حقارت میکنه، احساس بعد خودش رو هم که مقایسه میکنه با زنهای دیگه و احساس میکنه زنهای دیگه موفقیت‌های بهتری رو داشتن، خب احساس حقارت میکنه، احساس پوچی و خود کمتر بینی میکنه. اینها همه باعث میشه که این خانم دچار یک به اصطلاح بحران بشه. حالا شما میگید که خب یه خانم دیندار هست، یه خانم با تقوا هست، این به دین و تقواش هم زیاد مسئله دار نیست. دین و تقواش این رو میتونه بکنه که اون رو از سلوک منحرف نگه داره، کنترلش کنه، اما از اون خواهشات یا افکاری که در ذهنش میره، از اون که نمیتونه جلوشو بگیره. این زن
اگر یک محیط همچنین با زنهای دیگه‌ای که در همچنین سن و سالی هستند و احیانا همچنین بحرانهایی رو دچار هستند با اونا میشینه، خب شروع میکنن با هم یا خودش تنهایی در وقت بیکاریش هم که زیاد هست شروع میکنه به خیال بافی و اون شوهر ایدئالی رو که میخواد رو در ذهنش میسازه، به خصوص اگر در کنارش کسی نباشه که باش گفتگو کنه، کسی نباشه که باش درد دل کنه. خانم‌هایی که دخترهای بزرگ دارن و دخترهاشون در کنارشون هستند یا باشون زیاد رفت و آمد دارن، غالبا دختر بزرگ خانواده به طور اتومات برای مادر نقش یک خواهر کوچکتر رو بازی میکنه و میبینیم که مادرها با دخترهاشون درد دل میکنند و میگند. نیاز هست که این گفتمان عاطفی که توش ذخیره شده این رو بندازه بیرون و مطرحش کنه. این خودش یک مقداری بار رو برای خانم‌ها سبک میکنه. حالا این خانمی که دچار این احساسات شده و احساس میکنه که الان دیگه مفید نیست، هیچ فایده ازش نیست، نمیتونه بچه بیاره، نمیتونه اصلا اون حس زنانگیش روز به روز پژمرده تر میشه، میخواد که به خودش ارضاء کنه که من هنوز جوون هستم، من هنوز مرغوب هستم. میبینیم که خیلی وقتا اتفاق میفته که ما میبینیم که همچنین خانم هایی به خصوص اگر دستش به دهنش هست، اگر وضع اقتصادیش خوب هست، اگر کاری داره، درآمدی داره و احیانا هم بازنشسته شده و یک درآمدی داره، اینجا در فکر این میشه که از شوهرش جدا بشه و به شوهر دیگر رو تجربه کنه. فکر میکنه با این کارش به خودش میتونه برسونه که من هنوز جوون هستم. ما این رو خیلی میشنویم که زنی اومده از شوهرش درخواست طلاق داره، الان در چه وقتی و تو 5 تا 7 تا بچه داری، زندگی این مسائل رو در نظر نمیگیره. یک تجربه ای رو با همه این ریسکی که داره میخواد تجربه کنه، به خصوص اگر یک وقتی یک مردی تعریفی ازش کرده باشه، یا خب اینجور زنها میتونن خیلی راحت شکار افرادی باشن که دنبال همچنین زنهایی هستن. زنی هست عمری ازش گذشته، بله، اما وضع اقتصادیش خوب هست، تجربه زندگیش خوب هست و یک جوون درمانده‌ای میتونه به اصطلاح این زن رو به راحتی شکارش کنه و از محیط زندگیش دورش کنه و آخرش هم ازدواج کنه یا نکنه، به هر حال میتونه این فضا رو آلوده کنه. و خود زن هم حتی به گمان اینی که شاید فلانی از من خوشش بیاد، چون که در ذهنش خیال بافی کرده، نه فلانی براش به اصطلاح وعده ای داده و نه هیچی، یه سوتی زده، این فکر کرده که به اصطلاح عاشقش شده و میتونه تجربه این رو بکنه که باری دیگر زندگی بکنه واسه خودش، چون احساس میکنه که واسه خودش هنوز زندگی نکرده، جوونیش رو از دست داده و از آینده ترس داره، وحشت داره از اینی که به اصطلاح طرد بشه از محیط خانواده‌اش. بچه‌هاش خب رفتن دنبال زندگی خودشون، شوهرش احتمال زیاد در فکر ازدواج دیگه‌ای هست یا ایشون این گمان میکنه و به هر حال این احساس به پیری، احساس به درماندگی، احساس به طرد شدن، احساس به همه اینها، این احساسات باعث میشه که اون یه جوری بخواد که جوونی از دست رو داده رو برگردونه. سعی میکنه لباسهای خوشگل بپوشه، آرایش جدید بکنه، نمیدونم روز به روز مد روز را بیفته، اما در نهایت شاید دچار یک نوع شکستی بشه. من در این موارد ما خیلی ها رو میبینیم، بعضیاشون در آخر عمریش همین پیری سعی میکنن که خب جبران کنن، به خصوص مثلا خانم هایی که خودشون احساس میکنن که یک نوع شکستی در زندگیشون خوردن، مثلا بچه دار نمیشن یا یکی دو تا بچه دار شدن، بعد از اون مشکلی براشون پیش اومده، بچه دیگر نمیارن
یا نمیتونن بیارن یا محیط جامعه و فرهنگی که اونجا هست بهشون اینطور قبولانده که نباید بیشتر بچه دار بشید. اینها همه در فکر این میشن که مثلا بیان ادامه تحصیل بدن، سر پیری و معرکه گیری دنبال ادامه تحصیل، فقط به خاطر اینی که خودش رو درک کنه، احساس کنه که خودش رو گم کرده. در وقتی هم که تو کلاس‌های کامپیوتر میره، تو کلاس‌های درس میره، با دختر خانم‌های کوچیک‌تر و نوجوان میشینه، احساس کیف میکنه، احساس میکنه که به اصطلاح انگار که زندگیش به عقب برگشته، انگار که به اصطلاح جوان‌تر شده. گرچه که شاید مردم مسخرهش کنند، شاید مردم بگن که بچه شده، شاید شوهرش از این حرکتاش متنفر هم باشه، اما خب چون که دچار این بحران هست، خب در این فضا احساس آرامش میکنه. خانم هایی هستند که مثلا گول میخورند با محیط اجتماعی و میگن که آقا محیط فرهنگی که ساخته شده، بچه کمتر زندگی بهتر. اینها در بزرگسالی خیلی احتمال زیاد دارند که دچار همچنین بحرانی بشن، به این دلیل که افرادی که بچه هاشون که دوتا هستن، این دوتا بچه بزرگ شدن، رفتن گذاشتن، رفتن زندگیشون دنبال این هدفی که داشت تموم شد. بچه رو بزرگ کردی، تربیتش کردی، ازدواج کرد، رفت. اما اون مادری که مثلا مثل همون مثالی که زدیم که تو قطار بود با بچه‌هاش مشغول بود، خب مادری که 10 تا فرزند داره، این امکان نداره که دچار همچین بحرانی بشه. چرا؟ چون که بچه‌هاش خب 2-3 تا بزرگ شدن، بقیه هست. همیشه با این فضای خانوادگی که خودش ساخته، فضای پرحرکت و هدفمند، این بچه رو ازدواج دادی، اون رو ازدواج بده، این رو به سامون برسون، اون بچه مشکل داره، با این بساز، با اون بساز، به این مشوره بده. چون که مادر هرچی این زن بزرگتر میشه، درسته که احساس میکنه که جوانیش رو از دست داده، اما خیلی خوشحاله، چون که احساس میکنه که جوانیم رو بیهوده از دست ندادم، جوانیم رو از گذاشتم، سرمایه جوانیم شد این همه فرزند، سرمایه جوانیم شد این همه تجربه. میبینید که همچنین مادرهایی همیشه اطرافیان در کوچیک و بزرگ ازشون مشوره میگیرن. همینی که مثلا همسایه بچهش، عروسش بهش تلفن میکنه که مادر بچم شکمش درد میکنه، چی بهش بدم؟ خب احساس میکنه این تجربه زندگی که کسب کرده، این مشورتی که میده، اینا احساس وجود میکنه، احساس پوچی نمیکنه. این زن هرگز دچار همچنین مشکلی نمیشه. یا خانواده هایی که بچه دار نمیشن، خانم هایی که بچه دار نمیشن و اصرار دارن که شوهرشون هم باشون بمونه، بسوزند و بسازند و بسوزند، آقا ما راضییم به قضای الهی، بچه دار نشدیم، هیچ مشکلی نیست، ما با همین میسازیم فلان. اما یک فطرت زندگی هست، خودمون رو میتونیم گول بزنیم، اما فطرت زندگی آخر ما رو کمرمون رو به زمین میندازه. چرا؟ بعد از مدتی همین فرد، همین آقایی که بسیار خودش جرئت نداشت که مثلا ازدواج مجدد بکنه، خودش میترسید از زندگی خودش بنا به دلایلی، خب بعد از در این بحران وقتی قرار میگیره، احساس همه گناه رو میندازه روی زنش و در این فضا یک طلاق عاطفی صورت میگیره. خود همین زن احساس پوچی میکنه و خودش رو با دیگران وقتی که مقایسه میکنه میبینه که من افتادم. الان بهترین راه حل برای این خانم ها همونی بود که بارها هم اشاره کردیم، که خودش بره یک زن مناسبی از دوستاش، از عزیزاش، از کسایی که باش میتونه راه بیفته برای زنش، برای شوهرش پیدا کنه و هم به خودش خدمت میکنه، 75% احتمال بارداری برای خودش کسب میکنه و مادر شدن، و همچنین شوهرش رو از دست نمیده. درسته که شوهر شاید از زن جدید بچه دار بشه و با این به اصطلاح خانواده، با این خانه انس بیشتری داشته باشه با بچه های و اینا، اما به هر حال شوهرش رو از دست نداده و همیشه در ازدواج های این چنینی شوهر قدردان همسر اولش هست و این همسر میتونه با این نحو به خودش و به خانوادهش کمک کنه. یه مورد دیگه هم هست که باعث میشه که چون این بحرانی در خانم ها بیشتر نمود کنه. این خانم هایی هستند که در پی گول تحصیلات رو خوردن و فکر میکنن تحصیلات با زندگی اجتماعی در تضاد هست. میره لیسانس گرفت، کارشناسی ارشد،
فوق لیسانس و بعدش هم دکترا، یهو متوجه می شده که قطار عمر گذشته، 30 سالش گذشته، الان خریداراش خیلی کم هستند. افرادی که به همون مقدار زمانی که عمر بالا میره به اصطلاح فرصت‌های ازدواج پایین میاد و به همون اندازه که سطح تحصیلات بالا میره به همون اندازه فرصت‌های ازدواج پایین میاد. الان خانم دکتره، الان باید کسی که بیاد برای ازدواجش حداقل مدرک دکترا داشته باشه، حداقل فوق لیسانسی داشته باشه. میبینیم که فوق لیسانس ها به فکرش نمیان که این فردا رو من تکبر میکنه، خودشو بالاتر از من میدونه. دکترا که اونایی که دکترا دارند و به این عمر رسیدن، الان 5-6 تا بچه دارن و دیگه الان فکر یک زن 30 ساله نیستن. خودش احساس میکنه که زندگیش از دست داده، خطر ناک شده براش، به اصطلاح مرحله ترشیدگی اون رو تهدید میکنه. این زن خیلی وقتا دچار همچنین بحران احساس پوچی میشه. میبینیم که استاد دانشگاه هست، خانم بسیار ورزیده‌ای هست، میبینیم که دنبال چی؟ دنبال یه دانشجویی که تازه به دانشگاه رسیده میفته و در نهایت میبینیم که یک ازدواجی میکنه که همه جامعه ازش میخندن. یا همچنین مواردی باعث میشه که مثلا ما خودمون به دست خودمون رو در این هچل بندازیم و دچار همچین بحرانی بشیم که خودمون هم آخرش نمیتونیم که چطور این رو جمعش کنیم. ما همکلاسی داشتیم در مرحله دکترا، پزشکی بود، دندان پزشکی بود بنده خدا، خانمی بود در حدود 60 سال بازنشسته بود و اومده بود آخر عمری و معرکه گیری که بسیار دکترای ادبیات هم بگیره. خب این چرا؟ چون که احساس میکنه که گم شده، خودش رو درک نکرده، الان میخواد با این به اصطلاح این پاره زندگی که احساس میکنه پاره شده این رو میخواد پینه دوزی کنه. عموما زنهایی که دچار همچنین بحرانهایی میشن، بعضیا چیکار میکنن؟ بعضیا میان که خودشون انسانهای پخته هستن، عقل دارن، شعورشون بالاست، احساس میکنن که بله ما جوانی رو از دست دادیم، اما در قبال این جوانی خیلی چیزا یاد گرفتیم، مادر شدیم، هیبت مادری، مکانت مادری رو کسب کردیم، تجربات زندگی کسب کردیم، شدیم یک مصدر خدمت به دیگران. به این صورت از زندگیش راضی هست. این شخصی که از زندگیش راضی هست خب دچار همچنین مشکلی نمیشه و اگر شد میتونه به راحتی از این مرحله، یه مرحله از زندگی است، میگذره، از این مرحله میتونه به راحتی بگذره. خانم های دیگه ای هستن که به خاطر عرف اجتماعی، به خاطر حیا و حشمتی که دارن این قضیه رو در خودشون نگه میدارن، کسی رو هم ندارن که باش درد دل کنن و بتونن یه مقداری بارشون رو تخلیه کنن. خب این افراد غالبا دچار بعضی از بیماری ها میشن. دچار میبینیم که همیشه شکم درد هست، بیشتر این بیماری هاش هم بیماری های وهمی هست، احساس سر درد میکنه، احساس درد در مفاصل و پاها و جسم میکنه، یه وهمی خودش رو مشغول داشته به اصطلاح، چون که این فشاری که هست، فشار روحی روانی که هست رو نمیتونه تخلیه کنه، این انعکاس پیدا میکنه روی جسمش و احساس بیخوابی و گوشه‌گیری و اینا میکنه. برخی هم که به اصطلاح با طرد شدن از جامعه خودشون از جامعه کنار میرن، زندگیشون بسیار زندگی سردی است، نوعی طلاق عاطفی رو تجربه میکنند یا خودشون برای خودشون میسازن. برخی دیگه هم نه، فرصتی پیدا میکنن که به سوی زهد و پارسایی و نماز و روزه و تسبیح بزرگی دستشه و همیشه خودش رو با این مشغول داشته و به صورتی میخواد که این مرحله رو یک تسکین بده، خودش رو با یک مسکنهای عبادتی میخواد این مرحله رو طیش کنه و خیلی هم موفق میشه در عموم و میتونه از این مرحله به راحتی بگذره. برخی های دیگه که نه، این مرحله فشار خودش رو میاره، میبینیم که حرکت هایی میکنه که در شأنش نیست، حرکت های نوجوانانه، لباسش، آرایشش، رفتاراش، رابطه برقرار کردن با دیگرانش، میبینیم که با چت و با فیسبوک و فلان و دنبال یک
جوونی هست که باش چت کنه و خوش بگه و خوش بخنده و این یه جوری به اصطلاح خیلی وقتا تو منجلاب میفته، زندگیش رو از دست میده، محیط و به هر حال آینده خوبی رو برای خودش رقم نمیزنه. بعضی هم که دنبال به اصطلاح با یک بیماری‌های دیگه، بیماری‌های اکتئاب و استرس و مشکلات روحی روانی درگیر میشن و به این صورت زندگیشون رو هم از دست میدن. حالا راه حل چی هست؟ حالا ما این بحران رو شناختیم، چطور با این کنار بیاییم؟ یعنی چطور بیاییم خودمون، اول همینی که ما این رو درک کنیم که این یه مرحله است و اتفاق افتاده یا اتفاق میفته. همین آگاهی ما خودش یه نوع واکسینه هست برای این که ما دچار همچین مشکلی نشیم و اگر شدیم بتونیم که چطور با این کنار بیاییم. اول اینی که نگاه کنیم که ما شکست نخوردیم، خودمون رو بیاییم نقطه های مثبتی که در زندگیمون هست، موفقیت هامون رو بروز بدیم و در همچنین مواردی احساس بکنیم که ما تموم نشده زندگی، بازی زندگی همچنان ادامه داره. اگر ما احیانا کوتاهی‌هایی داشتیم، احیانا موفقیت هایی که میخواستیم بهش برسیم نرسیدیم، خب میتونیم تلاش کنیم برای رسیدن به موفقیت. هرچه در این مرحله ما ارزشی تر باشیم، رابطمون رو با خدامون قوی تر داشته باشیم و بتونیم رابطه مستقیم تری و قوی تری برقرار کنیم، به همون اندازه میتونیم خودمون رو بیشتر حفظ کنیم، میتونیم این مرحله رو راحت تر طی کنیم. اگر در این مرحله افرادی که به اصطلاح هنوز فضا براشون مهیا هست که بچه بیشتر بیارن، بچه دار باشن، بهترین حلش همین هست که صاحب فرزند بشن و خانم هایی که الان فرصت دارند که بیشتر و بیشتر صاحب فرزند بشن، برای اینی که در آینده دچار همچنین بحرانی نشن، توصیه ما این است که تا میتونن بیشتر به اصطلاح صاحب فرزندانی بشن که این فرزندان خودش، فرزند همیشه باعث حفظ شادابی جسمی و روحی روانی مادر میشه. هر چقدر فرزندان بیشتر بشن به همون اندازه میبینیم که مادر سرحالتر و استوارتر میمونه تا پایان زندگیش. اما این به اصطلاح اوهامی که برای افراد ساخته میشه که الان من 35 سالم هست، حملم خیلی سخت شده، مشکل هست، اینها همه حرفه، اوهامی هست که برای خودمون ساختیم. واسه چی؟ شما که تونستی 2 فرزند بیاری، 1 فرزند بیاری، به همین هرچه الان فرزندی بیشتر بیاری، آوردن فرزند راحت تره. اما چی؟ خب یه مشکلاتی پیش میاد. مشکلات این هست که خب عمر شما بیشتر شده، قدرت و توانتون کمتر شده. خب اگر احساس میکنی که یه مقداری مشکل بیشتر تحمل میکنی، خب چیز طبیعی هست، اما خودت رو حفظ میکنی از افتادن در همچنین مرحله‌ای که احتمالاً خطرناک باشه. من امروز با یکی از بینندگان ملاقات کردم، در همین مرحله عمر بود اما خیلی خوب خودش رو تونسته بود کنترل کنه و فکر خوبی داشت. ببینید ارزشی بودن ما رو حفظ میکنه، هدف دار بودن. هدف، ببینید هدف‌های کوتاه مدتی هست که ما بهش رسیدیم، می‌خواستیم فرزندامون رو تربیت کنیم، تربیت شدن، تحصیل کردن، رفتن دانشگاه، آقا ازدواج کردن، رفتن دنبال زندگیشون. خب این هدف شد، بعدش چی؟ خب این دوستمون که از تاجیکستان بود، آقای دلشاد، گفت که من الان تصمیم دارم که در منطقه از روسیه داره زندگی میکنه، میگه من در این منطقه، یه منطقه بسیار جالبی هست، سر راه قزاقستان و نمیدونم مناطق مختلفی هست، انگار یه 4 راه هست، من میخوام در این منطقه یه مسجد بسازم. میدونم پولش رو ندارم، زمینش هم رفتم نگاه کردم، خیلی گرون بود، اما در پی این هستم که پولی جمع کنم و این زمین رو بخرم و پله پله این رو بسازم. ببینید این خیلی انسان زرنگی هست، یک هدفی، الان هدف زندگی خیلی از اهدافش رسیده، تا احساس پوچی نکنه، احساس بیهودگی نکنه، من برای چی زنده‌ام، الان چی دارم که بدم، اینجاست که یک هدف برای خودش میذاره، برای این هدف تلاش میکنه. خانم هایی که همچنین مرحله رو میکنند و در همچنین بحرانی هستند، خب الان باید در فکرشی باشن یه هدف جدید، زندگی رو ارزشیش کن. یعنی اینی که من الان خب نه بچه‌هام به من نیاز دارن،
و حتی شوهرم هم نیازش به من کمتر شده یا اصلا به من توجه نمیکنه یا اصلا رفته ازدواج دیگه کرده. من الان چه کار کنم؟ من اینی که بیام خودم رو بخورم. ببینید زندگی تمام شوهر نیست، همه زندگی بچه ها نیستند. بچه ها یک مساحتی از زندگی رو گرفتن، شوهر یه مساحتی از زندگی رو گرفته، اما زندگی خیلی واسع‌تر است. روابط اجتماعی دیگر، صله رحم برقرار کردن، به فلان خاله، دختر خاله فلان مشکلی داره، در پی این مشکل رو احساس کردن که مشکل خودم هست، در پی تلاش اینی که این مشکل رو حل کنم. همسایه‌مون بچه‌های یتیم دارن، بنده خدا دستش نمیرسه، من بیام کمک کنم، گلدوزی کنم، خیاطی کنم، برم تدریس کنم، هر چیزی که از دستم میاد، هر فن و فون دیگه بلد هستم، یه منبع درآمدی بشم برای اون. نمیتونم برم به اصطلاح بهشون رسیدگی کنم، بهشون کمک کنم، بیمارداریشون تیمارداریشون کنم. فلان خیشمون نمیدونم میخواد صاحب فرزند بشه، من هستم. اور وقتی رفتی بیمارستان به حتما منو به اطلاع بدید، رفتید زایشگاه، بیام باتون برم کمکش کنم، تجرباتم رو که به دست آوردم اینا رو منتخب کنم. راه ها 1001 راه میتونیم جلوی خودمون داشته باشیم، اهدافی برای خودمون بذاریم که زندگیمون پوچ نشه، احساس پوچی رو از زندگیمون دور کنیم و رابطمون رو با خدامون هر چه تا میتونیم صمیمیتر کنیم. هر چه رابطه بنده با خداش صمیمیتر باشه به همون اندازه در زندگیش موفق‌تر میشه. و در مقابل شوهر و فرزندان هم در مقابل این بحران باید نقش خودشون رو داشته باشن. شوهر مهمترین نقشی رو که میتونه ایفا کنه اینه که به همسرش برسونه که پوچ نیست، خیلی براش مهم هست، خیلی با ارزش هست، به خصوص با حرفای خوب و رسیدگی به اون و در آغوش گرفتنش، همش بهش برسونه که مدیون اون هست و بدون اون نمیتونه زندگی کنه و به این صورت این مرحله عمری رو که 2 سال 3 سال احیانا کم و بیشتر، احیانا چند ماه طول میکشه، این رو تسکین بده و این مرحله که گذشت، از این ایستگاه که رد شدیم، همه چیز به خیر میگذره. فرزندان هم نقش بسیار مهمی دارن، همینی که با مادرشون بشینند، هی دید و بازدید داشته باشن، در کوچیک و بزرگ از مادرشون مشوره بگیرن. قرار نیست که هر چیزی رو به اصطلاح که مادر گفت عملی بکنیم، اما میبینیم که در مسائلی هست که بهش احساس بدیم که حرفش برای ما مهم هست، مشورهش برای ما مهم هست. یه موردی هست که اصلا مادر خبر نداره یا توش سر در نمیاره، شما میخواهید که با یه دوستتون در یک شهر دیگه که معامله تجارتی بذاری، میایی مادر من همون چیزی که کوچیکی به من میگفتی که هی به خودم برسم همون حرفتو گرفتم، یه دوستی پیدا کردم. یعنی بهش بها دادن که هنوز همون کاری که من میکنم به خاطر شماست، کاری که من میخونم به همون درسی است که از شما یاد گرفتم، همه چیزم رو از تو مدیون تو هستم. بچه ها، نوه ها، همه دوروبر مادر رو، مادر بزرگ رو یا این خانمی که در این مرحله هست رو پر میکنن و این به اصطلاح مرحله رو کمکش میکنن که بتونه بگذره. حالا یک میان برنامه با هم میگیریم، برمیگردیم سوالات شما بینندگان رو با هم مرور میکنیم. بعد از میان برنامه منتظر شما هستم. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. بستر امتحان است و آزمایش است. خوبی ها و بدی ها عاقبتشون مشخص میشه. ممکنه یه نعمت برای یه نفر سرانجام عاقبتش زوال و بدبختی و گرفتاری باشه و یک نفر سختی و گرفتاری معاد و سرانجامش خوشبختی باشه. معیار خوبی و بدی و مثبت و منفی کجاست؟
همین که من گرفتار شدم بدبختم، خدا دیگه منو نمیخواد. حکمت خدا کجاست؟ در تاریخ که هیچ، در قرآن چقدر داستانها داریم. داستان قارون خداوند برای ما تعریف کرده. خداوند چقدر مال و ثروت به قارون داد، فراوان. اما چه شد؟ سرانجام چه شد؟ آیا اون مال نعمت بود؟ آیا اون مثبت بود یا منفی بود براش؟ منفی بود. به دل زمین رفت، زمین اونو بلعید و در فردای قیامت هم سرازیر جهنم میشه. پیغمبر خدا ایوب علیه السلام 18 سال، نه یک سال، 18 سال پیغمبر خدا ایوب که ضرب المثل صبر است، خداوند ابتلا و امتحانش کرد، مالشو ازش گرفت، اولادش ازش گرفت، بهش بیمارم کرد، نه یک سال نه 10 سال، 18 سال. همینو منفی نبود به ظاهر. چه برد؟ قارون برد یا ایوب؟ حتی نام نیک اگر نگاه بکنید جدا از فردای قیامت، نام نیک از که بر جای مونده؟ ایوب علیه السلام ضرب المثل صبر است. او با صبرش، با شناختش، پس اینو بدونیم که دنیا دنیای ابتلاست، خوبی ها بدی ها ارزیابی بشه بر مبنای و معیار الهی و خود پروردگار جل شأنه. مثبت زمانی مثبت است که قدر اونو بدونیم و الا منفی است، نعمت نیست. و منفی هم مثبت است برای مؤمن، با صبوری، با بندگی، با شناخت. اما خب این قضیه گفتیم کسانی که اهل دنیاین، دنیا پرستن، منکر قیامتن، نمیتونن درک بکنن. امتحان چی؟ او که ایمان به فردای قیامت و بهشت و دوزخ نداره، همه چیز همینه، بهشتش همینجاست. با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و خوبان، میاییم روی سوالاتی که از طرف شما عزیزان اومده. خانومی میفرمایند که شوهرم استاد دانشگاه است، قبل از 3 سال پنهانی ازدواج دوم کرده با یکی از دانشجوهاش که 18 سال ازش کوچیک‌تر بوده. حالا به سختی بیمار هست و ترسیده که وفات کنه. به من تازه اطلاع میده و میخواد که نزد زن دومش باشه برای تیمارداریش. من 25 سال از عمرم رو فداش کردم، 3 فرزند براش آوردم و فرزندام رو تربیت کردم، الان دانشگاه هستن. خیلی این مسئله برام سخت بود که ما 25 سال خیلی زندگی خوبی داشتیم. الان ازش میخوام که منو طلاق بده. میگه که من دچار بحران میان سالی شده بودم و من میگم که چرا با من مشورت نکردی، چرا الان با من برخوردت خوب نیست. و ببینید عزیزان،
مشکل شما این نیست که چرا ایشون با شما مشوره نکرد. خب الان مشوره هم میکرد، آیا شما بهش اجازه میدادید که ازدواج مجدد بکنه که حالا شما ناراحت هستید که چرا با شما مشوره نکرده؟ من البته به آقایون هم توصیه میکنم که وقتی میخوان ازدواج مجدد بکنند سعی کنند که زمینه سازی بکنند و به همسراشون اطلاع بدن و به هر حال و حتی وقتی که به اصطلاح اگر اطلاع ندادند ازدواج کردن به زنشون بگن که بنا به کوتاهی‌های 1 2 3 4 که من در شما داشتم من نیاز پیدا کردم، یا نه در شما هیچ کوتاهی ندیدم، خیلی از زندگیم راضی هستم، اما خب دچار عشق شدم، یا کسی رو دیدم خوشم اومد اما نخواستم که به اصطلاح رابطه‌ام رابطه حرامی باشه و نخواستم که زندگیم رو تباه کنم و آخرتم رو هم از دست بدم، ازدواج کردم. در هر صورت این خانم ببینید شما میفرمایید که الان با شما خوب نیست و میخواد، مشکل شما این است که فکر میکنید که ناعدالتی شده در حق شما، به شما ظلم شده. یک موردی رو صراحتاً بیان بگم، همه آقایون هم این رو میدونند، خانم ها هم باید بدونند، بی هیچ عنوان هیچ مردی نمیتونه در زندگی که بیش از یک ازدواج هست در اون عدالت بکنه. پس این حرف عدالت که ما بیایم خودمون رو گیر بندازیم توش، این ناشدنی هست. خداوند متعال میفرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، هر چقدر تلاش کنید نمیتونید که عدالت رو مراعات کنید. بله سعی میکنید، بهترین مرد بهترین تلاشش رو میکنه، اگر هم بتونه، اگر یک مردی باشه ایدئال باشه و بتونه اون 100% عدالت رو رعایت کنه، باز هم در چشم خانم ها این ناعدالتی است. طبیعت زن همین نیست. مگه زن اون موجودی نیست که وقتی که با یک شوهرش زندگی میکنه 20 سال زندگیش بهترین زندگی رو داره، یه مشکل کوچیکی از شوهرش میبینه، دعوا میشه، عصبانی میشه، میگه که از تو هیچ خیری ندیدم. وقتی که با یک زن اینطور به اصطلاح برخورد میکنه با شوهرش، حالا اگر این شوهر رفت یه زن دیگه بود، یه رقابتی در این محیط بود، خب چطور احساس میکنه که عدالتی صورت گرفته یا عدالتی ممکنه که وجود داشته باشه؟ هرچه مرد سعیش رو بکنه این اتفاق نمیفته. حالا شما اینجا چه کار باید بکنید؟ شما به جای اینکه دنبال در فکر طلاق باشید، الان شوهرتون در یک بیماری هست، شما باید در کنارش باشید. خودش هم میگه که من یه عشقی بود، عشق پیری بود، الان من تو این مسئله افتادم و حالا ازدواجی کرده، حالا چیکار بکنه؟ طلاقش بده؟ شما راضی نیستید که به اصطلاح یک زنی رو بیوه کنید به خاطر خواسته‌های خودتون، یا باید بسازید؟ ببینید در ازدواج دوم یک آزمایش هست، یک ابتلاء الهی است. هم آزمایش هست برای مرد، خب اون مردی که فکر میکرد ازدواج دوم مثل یه موزی هست که پوستش رو بکن بخورش، الان متوجه میشه که نه بابا این موز نبود، توش هسته هم هست، مسئولیت ها هست و این گل خارم داشت. خب احساس میکنه که به هر حال با این کاری که کرده باید بسازه، باید در اون هدفی که میخواست بهش برسه، حالا یک هدف ارزشمندی بود، میخواست یک خانواده رو خوشبخت کنه، میخواست یک زن بیوه‌ای رو خوشبخت کنه، میخواست یک دختر مونده‌ای رو خوشبخت کنه، میخواست که نه اصلا خودش رو از یک عشقی که توش افتاده بود که خدا نکنه به فساد میتونست کشیده بشه خودش رو حفظ کنه. همه اینها یک نیت‌های پاکی هست و اون طرف به اصطلاح کاری که کرده کاری هست که به اصطلاح الان باید تا آخرش بره. خب این مسئولیت رو باید برداشت کنه و سعی کنه که عدالت به جا بیاره. برای زن اول یک ابتلا هست، یک آزمایشی هست، باید صبر کنه تا این اگر یک عشقی بوده، اگر یک به هر حال یک موردی هست که یا زندگیت رو کلاً میپاشی از دست میدی یا صبر میکنی و جزئی از زندگی رو حفظ میکنی و خوشبختیت رو میسازی. خوشبختی دست من و شماست، خودمون میسازیمش.
برای زن دوم هم یک آزمایش هست، یک ابتلا هست که الان شما شوهری رو دارید که در کنار اون در فضای خانوادگی این شوهر با یک کسی دیگه هم رقابت میکنید. پس این ابتلا و آزمایشی هست، همه باید به گونه مثبت و ارزشی با این مسئله برخورد کنن تا بتونن زندگی خوشبختی داشته باشند. عزیزی دیگر میپرسند که 18 سال است که ازدواج کرده ایم، من 41 سالم و شوهرم 47 سالش است، بسیار با اخلاق، دیندار، مؤمن، صبح و بعد از ظهر 2 جا کار میکند، زحمتکش است. از 4 ماه است که احساس میکنم که با من سرتر شده. وقتی میپرسیدم میگفت که خستگی کار هست، هیچ موردی نیست. الان 10 روز است که با من بد اخلاق شده، میترسم ازدواج کرده باشن. ببینید عزیزم، همسر شما دچار یک بحران شده است، همون بحرانی که ما عشق نامتعارف، یک نمیدونم نوجوانی دیررس. خب به هر حال الان این به این معنا نیست که قدر شما رو نمیدونه. همسرت قدر شناس شما هست، شما رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره، محبت شما رو قدر شناسی میکنه. خودت میگی که با هیچ موردی نداشته. الان احیانا ازدواج دیگه ای کرده یا میخواد ازدواج دیگه ای بکنه، دنبال بهانه هست. این برخوردش بیانگر همین هست. حالا شما 2 راه دارید، یا با این سوژه‌ای که پیش اومده شما بیایید دعوا کنید، سر صدا کنید، محیط رو آلوده بکنید. خب چه اتفاقی میفته؟ شمایی که الان در چشم همسرت به عنوان یک مادر، به عنوان یک انسان وارسته بودید و قدر شما رو میشناخت، این ازدواجش به هیچ عنوان به این معنا نیست که قدر شما رو نمیدونه یا شما رو دوست نداره. اما این فرد میخواد که خودش رو در چشم ژاله و سمیرا و نرگس و اینا ببینه که نرگس خانم و سمیرا خانم هم اونو به صورت میخوانش، میخواد که احساس کنه که هنوز مرغوب هست، هنوز جوونه، هنوز زنا بهش چشم دارن. خب اینو میخواد بهش برسه، به هیچ عنوان هیچ ربطی به شما نداره این که شما کوتاهی کرده باشید یا بخواد از شما انتقام بگیره. نه، میخواد که این نیازی که توش به وجود اومده به خاطر همین نوجوانی متأخری که یک حباش روش داخلش سرد شده یا عشق نامتعارف، اینجا میخواد که به اصطلاح این رو بهش برسه. یا شما الان داد فریاد میکنی و محیط رو به هم میزنی، از اون شخصیت زن فهمیده مهم و مادر و عشق میافتید، میشی دشمن و از شما متنفر میشه. بعد از مدتی شاید طلاقتون هم بده. همه این میخواد که راحت بشه دیگه، شما به اصطلاح فضا رو براش خراب کردید. یا اینی که شما صبر میکنید، شما صبر کردید، با این مسئله کنار میایید، چه اتفاقی میفته؟ این مرحله میگذره. حالا در همسرت 6 ماه هست، 2 سال هست، 5 سال هست، احیانا طولانی‌تر میشه. این مرحله وقتی میگذره چه اتفاقی میفته؟ تازه میفهمه که تموم شد بازی، برمیگرده به سوی شما. همیشه در ازدواج هایی که ازدواج دومی که به این صورت میگیره، زن اول 1 سال، 2 سال، چند ماه، چند سال میناله که ناعدالتی است، به زن دومش میرسه، بنوبیلم کرده فلان، از این حرفا. بعد از سپری شدن این مرحله همیشه ما میبینیم که زن دومه که میناله که این برگشت به زن اولش. ببین زن اول در زندگی همیشه در مثال عربی میگن العشق للحبیب الاولی، که عشق و محبت مال زن اول هست. چرا؟ چون که تاریخ جوونیش با این زن گذشت. پس اینجا باید این 2 خانم این مسئله رو درک کنن و یه اتفاقی که افتاده با هم کنار بیان و زندگیشون رو شاداب کنن. این براشون بهتره. اگر همچنین کاری نکردن، ما به این خانم حداقل توصیه میکنیم که صبر کنه، زندگیش رو نپاشه و اون شخصیت محبوبی که در ذهن شوهرش رو داره، اون شخصیتش رو از دست نده. عزیز دیگری میفرمایند که 2 بچه دارم، بزرگشون کردم، ازدواج کردن، خونریزی رحم داشتم، قبل از 15 سال رحمم رو برداشتم، الان 54 سال دارم،
4 سال است شوهرم ازدواج دوم کرده، من تنها ماندم، همیشه هم پریشانم. پریشانید به خاطر چی؟ به خاطر اینی که فکر میکنید شوهری داشتید، این شوهر رو از دست دادید. ببینید عزیز من، زندگی تمامش رو گذاشتی توی سبد شوهر. آدم عاقل همه تخم مرغاش رو توی سبد نمیذاره. خب الان این سبد افتاد همه میشکنه. نه، شما ببینید فضای فرزندان یه فضایی از خانواده شما رو داشتن، از خانه شما رو داشتن، شما میفرمایید 2 تا فرزند داشتید، الان اون فضا رو ولش کردن، رفتن بزرگ شدن، زن و شوهر کردن، رفتن دنبال کار و زندگی خودشون. این فضا رو رفت. یه فضای دیگه مال شوهر بود. این شوهر الان با شما کم لطفتر هست، به هر حال چی احساس میکنه که خودش الان شوهره احساس میکنه که چی همه این زندگی میشد 2 تا فرزند، اون هم گذاشتن رفتن. همسایه بغلیمون 10 تا فرزند داره، 5 تاشون ازدواج کردن، 5 تاشون دم بخت هستن، در فکر ازدواج هست، زندگیش رونق داره، حرکت داره. بله اینی که به اصطلاح ما میگیم فلانی درگیر زندگیش هست، آقا زندگی بچه‌هاشو چطور زن بده فلان، همین دینامیک زندگی و همین حرکت زندگی بها و رونق زندگیش هست. احساس پوچی نمیکنه، احساس بیهودگی نمیکنه. الان شوهر فکر میکنه که من 2 تا فرزند آوردم هیچی، را گذاشتن رفتن، الان از این زنم چه فایده؟ خب این شوهر نتونسته شما رو به اصطلاح درک کنه و به شما برسه. خودت به خودت برس. شما الان به اصطلاح شوهرت ازدواج دوم کرده، خوب کرده، رفته با یه زن دیگه و زندگیش رو، شما چرا احساس پوچی کنید؟ شما بیا زندگیت رو پرش کن از هدفهای دیگر. این مثالی که زدم که به اصطلاح هدفی بذار که مسجد بسازی، هدفی بذار که فلان جای به اصطلاح بیمارستان درست کنی. یک همسایه ما داشتیم خیلی جالب فکر کرده بود، همچین مورد مثل این بود، خودش معلم مدرسه بود، آخر بچه دار نمی‌شده بود، شوهرش رفته بود ولش کرده بود، ایشون اومده بود همون خونه‌ای که داشت، همون خونه رو گذاشته بود یک مرکزی برای آموزش قرآن کریم. بچه‌ها رو می آورد، بچه‌های یتیم اونا رو. الان 30 سال و بیش از 30 ساله که این کار میکنه و به این صورت زندگیش هدفمند شده، فعال شده، این مدرسه رو میچرخونه، مخارج این رو در میاره. الان سالانه چند تا حافظ قرآن کریم از خونهش میره بیرون، زندگیش رونق پیدا کرده، زندگیش ارزشی شده، احساس پوچی نمیکنه، احساس گم شدن نمیکنه. شما هم بیا همچنین کاری رو بکن، خیاطی، گلدوزی، چی بلدی به دیگران، به دخترها یاد بده، آقا کلاس خیاطی من خیاطم، آقا من نمیدونم درس خوندم و معلمم یا در فلان رشته میتونم کمک کنم. بچهای همسایه رو جمعشون کن، براشون کلاس بذار، کمکشون کن، بینمایان برس این ور اون ور، به همسایه ها، به خویشان، ببین مشکلات خانواده ها، بهشون کمک کن. در هر زمینه‌ای که میتونی یک هدف زیبا بسازی برای خودت، یک هدف بساز و زندگیت رو ارزشیش کن، هدفمندش کن تا از همچنین مواردی نجات پیدا کنی. عزیزی دیگر پرسیدن، سوالی دارم میخواهم برایم توضیح بدهید برادر جان. مثلا مردی 2 زن دارند، توجهش بیشتر به کدام زنش باشه، زن اول یا دوم؟ هیچ توجهی به زن اولش نداره. ببینید مردی که 2 زن داره دنبال اون زنی نخواهد رفت که خوشگل‌تره، دنبال اون هم نخواهد رفت که جوان‌تره، دنبال اون زنی خواهد رفت که خوش زبون‌تره. هر یکی از شما تونستید بیشتر بهش خوبی کنید، خودتون رو بیشتر پیش شیرین کنید، عزیزتر کنید، دنبال اون خواهد اومد. اما اینی که بگید که نمیدونم عدالت رو رعایت نمیکنه، عدالت در ذهن شما یه مفهومی داره، در ذهن زن اول دومش یه مفهومی داره، در ذهن شوهرتون یه مفهومی دیگه. همینی که به اصطلاح میاد به اصطلاح رسیدگی میکنه به شما یه نوع عدالت هست. اگر شما وقتی میاد زن شوهره وقتی مثلا تقسیم بندی کرده که 3 روز پیش شما باشه، 3 روز پیش زن دومش، الان وقتی میاد این 3 روز رو شما پر از مشکلات بکنید، پر از نق زدن بکنید و اون به اصطلاح زن دومش این 3 روز رو پر از شادی بکنه، پر از خوشبختی بکنه، خب طبیعی هست هر انسان عاقلی چیکار میکنه؟ از دردسر خودش رو رها میکنه،
همون 3 روزی که برای شما هست حداقلش هم این کارو میکنه که یه سری به شما میزنه و خودش رو به چیز دیگه مشغول میکنه. همه سفرها، کارهای مهمش رو در همین 3 روز میذاره تا بتونه از شر شما راحت بشه. پس شما اینجا در یک رقابت هستید و یه ابتلایی هست، یک آزمایشی هست. این آزمایش رو باش بسازید، رضایت به تقدیر الهی داشته باشید، در زندگیتون موفق‌تر خواهید بود و مشکلی رو نخواهید داشت. و همچنین این مسئله عدالت رو زیاد پرپیشش نکنیم، خودمون رو اذیت نکنیم، شوهرها هم اذیت نشند، آقایون همین رو زیاد گره کور تلقی نکنند، خانم‌ها هم زیاد به اصطلاح پاپیش براش درست نکنند. عزیزان، همچنان حکایت باقی است و ان شاء الله در برنامه آتی باز هم سوالایی که به اصطلاح مونده رو با هم مرور خواهیم کرد و با موضوعات مهمی که شما مطرح میکنید و میدونید که مهم هست در صفحه فیسبوک سفره دل با ما در میان میذارید یا برای ما با راه‌های ارتباطی میفرستید. ان شاء الله با موضوعات دیگه‌ای در خدمت شما خواهیم بود. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله یار و یاورتان، ما را هم در دعاتون داشته باشید.